راز نظم شخصی که زندگیت را تغییر می‌دهد. پیشرفت، تصمیمی که زندگی را از نو می‌سازد. بیشتری انسان‌ها آرزوهای بزرگ دارند، اما تعداد کمی حاضرند بهای آن آرزوها را بپردازند. همه دوست دارند موفق باشند، ثروتمند باشند، مورد احترام قرار بگیرند و زندگی متفاوت داشته باشند. اما وقتی زمان تلاش فرا میرسد، بسیاری عقب میکشند. حقیقت این است که موفقیت پاداش خواستن نیست، پاداش ایستادگی هست. پیشرفت یک اتفاق ناگهانی نیست. هیچ انسان یک شبه به قله نرسیده است. پشت هر موفقیتی هزاران ساعت تلاش پنهان، شکست‌های پی در پی، شب‌های طولانی، ناامیدی‌های خاموش و تصمیم‌هایی وجود دارد که هیچ کس آن را ندیده است. مردم معمولاً نتیجه را می‌بیند، نه مسیر را. بزرگترین مانع پیشرفت کمبود استعداد نیست، بلکه بهانه‌هایی هست که هر روز برای خود می‌سازیم. جمله‌های مانند وقت ندارم، امکانات ندارم، شرایط مناسب نیست یا از فردا شروع می‌کنم. آرام آرام آینده را از انسان می‌گیرد. زمان منتظر هیچ کس نمی‌ماند. هر روزی که از دست می‌رود، بخشی از فرصت‌های زندگیت نیز از دست می‌رود. اگر امروز همان کارهایی را انجام دهی که دیروز انجام داده‌ای، فردا نیز همان نتیجه را خواهی گرفت که امروز داری. از تغییر عادت‌ها آغاز می‌شود. انسان‌ها با تصمیم‌های بزرگ تغییر نمی‌کند، با عادت‌های کوچک اما مداوم تغییر می‌کند. کتاب بخوان، زیرا ذهن مانند عضله است. اگر از آن استفاده نکنی ضعیف می‌شود. مهارت یاد بگیر، زیرا دنیا به کسانی پاداش می‌دهد که بتواند ارزش خلق کند. ورزش کن، زیرا ذهن قدرتمند در بدن سالم بهتر عمل می‌کند. و مهمتر از همه، نظم داشته باش، چون انگیزه می‌آید و می‌رود، اما نظم تو را حتی در روزهایی که هیچ اشتیاقی نداری به جلو می‌راند. از شکست نترس. شکست پایان راه نیست، بخشی از مسیر هست. هر اشتباه اگر از آن درس بگیری، تو را یک قدم به موفقیت نزدیکتر می‌کند. بسیاری از افراد نه به دلیل ناتوانی، بلکه به دلیل شکست می‌خورد که زود تسلیم می‌شود. خودت را با دیگران مقایسه نکن. هر انسان زمان، شرایط و مسیر متفاوتی دارد. تنها مقایسه‌ای که ارزش دارد، مقایسه امروزت با دیروزت هست. اگر هر روز فقط 1% بهتر شوی، پس از 1 سال تغییرت شگفت‌انگیز خواهد بود. افرادی که امروز الهام بخش دیگران هستند، روزی ناشناخته بودند. تفاوت آنها در این نبود که خوششانس‌تر بودند. تفاوتشان در این بود که وقتی دیگران متوقف شدند، آنها ادامه دادند. وقتی دیگران خواب بودند، آنها مشغول یادگیری بودند. وقتی دیگران به دنبال بهانه بودند، آنها به دنبال راه حل. به خاطر داشته باش که محیط اطرافیان تو آینده‌ات را شکل می‌دهد. اگر با افرادی منفی‌نگر زندگی کنی، به تدریج رویاهایت کوچک می‌شود. اما اگر با انسان‌های هدفمند و پرتلاش همراه شوی، نگاهت به زندگی تغییر خواهد کرد. انتخاب اطرافیان یکی از مهمترین تصمیم‌های زندگی است. گاهی بزرگترین سرمایه‌ای که داری پول یا امکانات نیست، بلکه زمانی هست که هنوز در اختیار توست. زمان تنها دارایی هست که اگر از دست برود، هرگز باز نمی‌گردد. پس از آن به درستی استفاده کن. موفقیت مقصد نیست، سبک زندگی است. انسان موفق کسی نیست که فقط به هدف برسد، بلکه کسی است که هر روز در حال رشد، یادگیری و بهتر شدن باشد. حتی پس از رسیدن به قله‌های دیگری وجود دارد. اگر امروز احساس می‌کنی دیر شده است، به یاد داشته باش که بهترین زمان برای کاشتن یک درخت سالها پیش بود، اما دومین زمان همین امروز هست. گذشته را نمی‌توان تغییر داد، اما آینده را می‌توان از همین لحظه ساخت. تصمیم بگیر که مسئول زندگی خودت باشی. سرزنش کردن شرایط، دیگران یا گذشته هیچ پل به سوی آینده‌ات نمی‌سازد. انسانی که مسئولیت انتخاب‌هایش را می‌پذیرد، قدرت تغییر آنها را نیز به دست می‌آورد. در پایان، این حقیقت را هرگز فراموش نکن. زندگی به کسانی پاداش می‌دهد که هر روز حتی با قدم‌های کوچک به حرکت ادامه می‌دهد. شاید مسیر طولانی باشد، شاید خسته شوی، شاید گاهی نتیجه‌ای نبینی، اما اگر دست از تلاش نکشی، روزی به نقطه‌ای خواهی رسید که همان زندگی را زندگی می‌کنی که زمانی فقط رویایش را داشتی. پس از امروز منتظر معجزه نباش. خودت معجزه زندگی خودت باش. آینده متعلق به کسانی هست که امروز با تمام وجود برای آن تلاش می‌کنند. اگر این ویدیو برایت مفید بود، کانال را دنبال کن. هر روز مطالبی منتشر می‌کنم که می‌تواند نگاهت به زندگی تغییر دهد.